من بنا ندارم ثمره قیام شیعه را با تندروی ها و ندانم کاری ها نابود کنم. شیعه از دست فتواهای ناسنجیده امثال شما کم غرامت نداده. هیچ وقت ضرورت های زمان خود را درک نکردید. اگر بگویم خون مسلم ابن عقیل به گردن امثال شماست اغراق نکردم. هیچ وقت به صراط عدالت حرکت نکرده اید. نه در عین البرده، نه در کربلا و نه امروز. همیشه یا افراط کرده اید یا تفریط. خوارج انقلابی بودن، دنبال بخور و بخواب و دنیا و اینا نبودن. روباهات از الاغ‌ها سواری میگرفتن. الان با یه جمله با یه دروغ تحریک میکنه میفرستش تو جنگ جبهه حق. زمان صدر اسلام هم اینطور بوده. همین الان هم که ما با شما داریم صحبت میکنیم همینطوره. کسایی با لحن مذهبی و دفاع از مثلا ارزش‌های اینا شروع میکنن هدف میگیرن مرکز ارزش‌های من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفاشون هم از قرآن بود و از نهج البلاغه. تمام اینا گول میزنن، همه را گول میزنن. اینا میخواستن منو گول بزنن، من نجف بودم، اینا آمده بودن که منو گول بزنن. دارم حرفای آقای بهشتی رو میخونم. عیب نداره شما گوش کنید آقای بهشتی چی گفته بعد برید. آقا دارم حرفای آقای بهشتی رو میخونم، شما برای جواب آقای بهشتی رو ببینید نقدش کنید. یا تو زمان بهشتی بودی از اونایی بودی که میزدی تو گوش بهشتی. آقای بهشتی خودش میگه مرا در قوم تکفیر میکنن امثال ایشون. آقای مطهری گفت من از قوم فرار کردم. برید بخونید تو کتابش این جملهشه از دست اینا فرار کرد. هر که دانشمند بزرگ سال اسلام از اول داده تا امروز این خر مقدسا میگنی مسلمان نبوده کافر. این شیعه نبوده مثلا دشمن علی علیه السلام. در بعضی از دانشکده ها بین محل نشستن دخترها، دانشجویان دختر و پسر از چوب دیوار درست کردن. این سیاست کیه؟ این سیاست جمهوری اسلامی. چه لزومی داره دیوار کشی کنه؟ این تندی ها، این افراط ها از اون طرف تفریح هایی رو به وجود امر به معروف و نهی از منکرهای ما در اطراف دگمه لباس مردم بوده، در اطراف بند کفش مردم بوده، در حول و حوش موی سر مردم بوده، در حول و حوش دوخت لباس مردم بوده. ما معروف چه میشناسیم که چی هست، ما منکر چی میشناسیم که چی هست. ما معروف ها رو به جای منکر میگیریم، منکرها رو گاهی وقتا به جای معروف میگیریم. ای بهتر این که ما جاهل ها امر به معروف و نهی از منکر نکنیم که منکرها که به نام امر به معروف و نهی از منکر به وجود نیامد. آگاهی میخواد، بصیرت میخواد، خبرت و خبرویت میخواد، دانایی میخواد، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد که آدم بفهمد که چجور امر به معروف و نهی از منکر بکنند. یعنی تا راه معروف تشخیص بدهد، ببینم معروف کجاست، منکر تشخیص بدهد، ریشه منکر به دست بیاورد، از کجا این منکر سرچشمه میگیرد. و لحاظا ائمه دین فرمودند جاهل بهتر این است که امر به معروف و نهی از منکر نکند. چرا؟ چون جاهل وقتی میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکند میخواد بهتر بکند، بدتر میکند قضیه را. جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو میکنید و به خودهای امر معافی عمل میکنید. قرآن دین محمد بود که امروزه هر بت آلوده مدعیان است. قرآن حمزه بود که ابو سفیان پهلویش درید. آن ابوذر بود که در ربض دفن شد. قرآن عمار است که ما کوردران هرگز او را ندیدیم. قرآن خود علی است. آنچه بر نیزه ها میبینید پوست و مرکب است. اگر خود را شیعه علی میدانید و اگر میخواهید حکومت یاران علی بعد از 30 سال شکست و تلخکامی نتیجه بدهد، بروید و با خود و خدایتان خلوت کنید و در کاری که به آن جاهلید و علم ندارید دخالت نکنید و فتواهای 100 من یقات ندهید.